سیگارت حلال است، چون که ما برادر رو میگوییم حرام میگوییم، وای میگوید دلیل ندارید. دلیل چرا ندارید؟ سیگارت حرام است، ناس حرام است، دلیل صدها دلیل وجود دارد. بایدش دادری تو دلیل نیفته است، من صدها دلیل برای تو مییابم. الله در قرآن نگفته است که وینا حرام است، در قرآن نگفته است کنیاک حرام است، در قرآن نگفته است گیرین حرام است، کوکائین حرام است، نگفته است. این گونه نامه ها در قرآن وجود ندارد، بلکه الله در قرآن میگوید انما الخمر. ببین خمر حرام، 4 حرف خمر، در زیر کلمه خمر چی داخل می شود؟ ما خامر العقل، هر چیزی که